سلام به دوستان گرامی. من امروز استثناءً جایی اومدم که یک منطقه از ایران اومدم که شاید خیلی ها نشناسنش، خیلی هم نیومده باشم، شاید هم بعضی ها بشناسن، قطعا بعضی ها میشناسن ولی خیلی ها اینجا رو نمیدونن کجاست. اینجا یه منطقه بسیار زیباییه، نزدیک شما، یعنی جزء شمال کشور حساب میشه. قبل از هر چیزی میخوام اولا که عذرخواهی کنم بابت کیفیت پایین ویدیوها، صدا. قبلش عذرخواهی کنم که با کمترین امکانات دوست داشتم که یک ویدیو بگیرم توی چنلم بذارم. بابت اینکه کیفیت پایینه عذرخواهی میکنم من ازتون. خیلی نمیخوام حرف بزنم، فقط یه توضیح بهتون بدم که میخوام قبر یکی از شاعرای بزرگ ایرانی بریم و اونجا فیلم میگیرم. عرضم موضوعتون که براتون به قول معروف توضیحات هم اونجا میدم خدمتتون، ولی فعلا نمیگم بهتون کجام تا آخر ویدیو با هم باشیم. خیلی جادهش با صفا، از صفاش هرچی بگم تو ویدیو نمیشه بیفته، ولی فوق العاده هوا دلنشین، هوا خنک، کوهستانی، سرسبز، زیبا. یه جایی خیلی سرسبز، یه جایی کمتر، یه جایی فوق العاده زیباست. منظره زیبایی داره. رشته کوه البرز اینجا 1000 تا رنگ میشن. یه جاییشون مثل اینجا بیابونی میشه، یه جایی سرسبز. یه منظره مثلا از دورش نگاه کنی پر از برفه. خیلی جالبه، خیلی جالبه. فکر کنم لو دادم یه جورایی رشته کوه البرز اسمش آورده. حالا خب البرز بزرگه، خیلی جا میتونه باشه. بعد تا آخر ویدیو صبر کنید. یک بخش دیگه از این طبیعت بسیار زیبا. یه آرامش اینجا داره. من ساکت بشم ببینم صداش رسیدیم به اینجا. بله، زادگاه نیمایوشی، پدر شعر نوین ایران. ما بریم سر قبرش ببینیم چه خبره. روستای گیوشه، خیلی زیباست. از ورودیش خودم اولین بار دارم میام اینجا. یه قسمت شده بیایم جادهش ناهمواره ولی بازم خوب. حالا یواش یواش جادهشه، یعنی تو داخل روستاییم در من الان. یه باز ببخشید ویدیو کیفیتش پایینه چون که با کمترین امکانات و تکان بسیار دارم فیلم میگیرم، باید ببخشید. به آرامگاه پدر شعر معاصر، شعر نوین ایران. اشتباه نکنم. Finally we arrived. بالاخره رسیدیم. اینجا ورودیشه. روستای خیلی خوشگلی هم هست. خودم اولین بار میام، گفتم یه ویدیو هم برای شما بگیرم. روی این کوچه خود نیمایوشی چی؟
دیوار کاهگلی خوشگلی حس بسیار خوب میده. دوستان عزیز پشگل هم اینجا هست، اگه خواستید خلاصه برای باغچه‌تون بفرمایید. و میرویم نمیدونم هم کدوم خونه است، فقط پرسیم گفتن اینجا و ماشین رو پارک کنید و پیاده بعد بریم. و به 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 چیه کوچه دلنشینی. اوه چه عطری میاد، بوی شکوفه های، چون اردیبهشت ماه هم هست، بوی شکوفه های بهاریه. وای نگم، یعنی هواش خواب، یعنی تو ویدیو قطعا هوا نمیره دیگه. این چه دیوار خوشگلی داره خونه. حالا تو باغ مردم رو داریم فیلم میگیریم، فکر کنم موردی نباشه. اینا هم فکر کنم توریست. حالا تا جا که بشه فیلم میگیرم که ببینیم در رو ببینیم. ورود بدون اجازه ممنوع، مجهز به. ببینید اونجا هم خونه ساختن رو کوه، چقدر خوشگله. اینجا رو ببین. بازم ببخشید که صدا خیلی، حالا اینجا یه ذره چیز میگم شاید نخوام تو میافتم. و این هم منزل داخل این برداری کن قشنگه. بله داخلم میرم، تا گفتم بیرونش هم قشنگ، ساختمانشون زیباست. یه ویدیو برای دوستان بگیریم. اینجا منزل نیما یوشیج عزیزه در روستای یوش، در جاده بلده میشه اگه اشتباه نکنم. بلده یه جاده بی‌نظیری ها. این پشتش این بر خونهشون عجب منظره ای داره، بسیار جالبی. برای همین ایشون تو این روستا زندگی میکرده، با این طبیعت بکر و بی‌نظیرش شاعر شده. واقعا الان که فکر میکنم اینم تعجبی نداره که ایشون دیگه شاعر بزرگی شدن. خب این نمای ورودیشه چقدر زیبا درست کرده است. این طاق نصرت داره و 10,000 تومان ورودی داره. و میریم داخل تا جا که بشه ویدیو میگیرم. داخل منزل نیما یوشیج بزرگ هستیم. سه سنتی عتیقه هم وجود داره، خیلی زیبا. اینجور که میبینید ورودیش هستیم، خیلی هم زیباست. خیلی ممنون. ورودی که وارد میشیم یه سری صنایع دستی هست و مجسمه خودشون اینجا هست. اینه چنده؟ شما که فعلا همه رو عکس کنه خانه بافنده تو رو نمیده. نه یادم نه بافنده نه. شما منظر زیبایی هم میشن، خیلی خوشگله. و من سعی میکنم که از کسی ویدیو نگیرم، آقا شاید دوستان شوشن تو ویدیو بیفتن. و یه حالت حیاطوره و قبر ایشون اینجا قرار داره تو وسط حیاطش. یه فاتحه براشون بخونیم، ویدیو بگیریم و یه سری آثارشون هم اینجا دور قبرشون. نه ایشون مثل که کنار ایشون به خاک سپرده شده، فکر کنم آثارشون نویسنده معروفه گردآورنده آثار ایشون جمع آوری می‌کرده آثار ایشون رو برای انتشار. خاک پای تو سوگند و نور و دین و حافظ که بی رخ تو
فروغ از چراغ دیده ندیدم. و این سمت راستشون بودن، سمت چپشون بهشت الزمان اسفندیاری خواهر ایشون دفن شدن، فرزند ابراهیم خان اعظم السلطنه. چون بسیار اصیل بودن، یعنی اصالتشون اینجا به قول معروف مشخصه. تولد 1294 بود و این هم سنگ قبر خودشونه. سپیده دم، پنجشنبه 14 دی ماه 1328. بله خیلی عجیبه برام قبر ایشون، خیلی ساده است. یعنی یه از اون اشعارشون اصولا نمیدونم، حالا شاید من اشتباه از اشعارشون چیزی روی سنگ قبر نیستش. بله حالا باز یه نمای کلی خونه بسیار، خود خونه یه موزه است، یعنی واقعا یه 5 دری داره. حالا نمیتونم دوربینو بچرخونم این سمت رو ببینیم چون که شلوغه. گفتم خیلی شاید دوست داشته باشم تو ویدیو بیفتم. من بازم عذرخواهی میکنم اگه تکونی اینا هست. من واقعا با کمترین امکانات دارم، یعنی که با دست دارم نقدی میکنم بدون پایه و نمیدونم چیزای تجهیزات. این ضلع جنوب نه ضلع شرقی منزل ایشون تو حیات هست. این ضلع شمالیشه. اینجوری نگاه کنید که ببینید قشنگ ضلع شمالیشه. این هم ضلع غربیشه. ضلع غربیشه و که بگردیم بذارید من بیاد این طرف ضلع جنوبیش که یه اتاقک‌های قدیمی بسیار زیبا. اینا که تاریخی بازن میدونن اینا چقدر خوبه. باز این بر خیلی نمیتونم بیام چون دارم عکس میگم میخوام یه موقع حالا تو فیلم نیفتن توی چنل بذاریم یه ذرهش گفتم شاید دوست نداشته باشم. بالاشه چی این طرف. حالا اینها که نگاه بکنید عکس از خود چیزه به قول معروف در فصول مختلف فکر کنم عکس گرفتم. از بازسازی اینجا بوده و عجیبه برام که از اشعارشون کلا استفاده نشده توی نمیدونم حالا چه دلیلی، لابد دلیل خاصی داره نمیدونم. بعد سوال کنم میپرسم که چرا از اشعار این عکس رو نگاه کنید. خونه چقدر چیز بوده، رو به مخروبه شدن بوده که خدا رو شکر احیا شده توسط حالا کیا، احتمالاً از خانوادهشون بوده، یه میراث فرهنگی نمیدونم، واقعا نمیدونم اینا رو. ولی از زمان خراب بودن این خونه عکس گرفتم و به دیوار دور حیاط گذاشتن. ولی الان خدا رو شکر سر حال مرمت شده، خیلی هم خوبه. و اینجا نکنید اینا همه درست شد. عکساشو گذاشتن که آره یه سری اگه دقت کنید دیگه خودتون پاس کنید ببینید، اگه خواستین پاس کنید ببینید. من اینو این سمتش هم ببینید که ورودیش بود صنایع دستی، به مغازه صنایع دستی قشنگ هست. حالا اینجا میریم بالا، حالا ما اینو میریم بالا، اینم ببینید. نمیخواستم ویدیو بزرگ شه ولی خب مثل که میشه چون حیف دست بدیم. یه راهپله 5 دری، بعد بذارید از این تهش بیم. خیلی زیباست، یعنی یه خونه قدیمی بسیار زیبا، دره خوشگل قدیمی. بعد این هم چیز میراث فرهنگیشه، اطلاعات معاونت میراث فرهنگی کشور داره کل موزه ها عنوان فرم نظرسنجی موزه شناسه یک تا فور.
ها این نظر سنجی اینو اسکن میکنی، نظرتون رو میگید راجبش و اینجا این ورودیشه. حالا تو یه خورده شلوغ صبر کنم بذار خلوت شده ببینم داخل. این برش هم ببینیم خیلی زیباست، بسیار زیباست. خب خودم هم خواستم به ویدیو نیفتم ولی فکر کنم بیفتم بهتره. حالا یه جایی که بشه از این زاویه هم میتونیم ببینیم حیات شورونه دیگه، حیات که به این صورت قبرمون وسط، خیلی جالبه. حالا قطع کنم و دوباره ببینم داخل به چه صورت میتونیم بگیریم. مرسی. خب این از این پنج دری میگن، حالا نمیدونم شاید اشتباه دارم میگم. وارد میشیم عکسای قدیمی نیمایشیشون رو منم های و یه سری آثار ایشون. این چیه؟ چرا خوشگله، مثل اینکه چیز گازه اگه اشتباه نکنم، فکر کنم و نمیدونم چی، چون اینجا چیز داره نکنه اینو داره، فکر میکنم که گازماز بشه نمیدونم. خب ایشون مادر پیما توبا نمیدونم مهتاجی همچین اسمی زده تا ایشون عکس خودشونه. سازمان اینا همه ثبت میراث فرهنگی شده. یه جایی ببخشید دیگه نور افتاده، من حالا سعی کنم تا حدیشو ببینید، مشخصه. و قواله ازدواج نیمایوشی چه جالبه، نگاه کنید خیلی جالبه. این عکس جوانیشونه، این طرف خیلی خونه بزرگیه. یه صندوق این وسط هستن، یه دونه گاز نفتی، میگم گاز، از این چراغای نفتی خیلی قدیمی خیلی قشنگه و یه دونه اتو خیلی قدیمی و دیگه اینم صندوقچه های قدیمی و اون ظرف مسی قدیمی. من خودم به شخص عاشق این پنجرهایی با این چیزای رنگی هستم، بسیار زیباست. و اینجا باز وارد میشه، یعنی از این نمدهای دستباف سنتی بسیار خوشگله. اینجا باز چراغ نیما هنگام ماهیگیری، ایشون ماهیگیری هم میکنه. به هر حال این طبیعت چیزی که من خودم متوجه شدم، نظر شخصیمه، ایشون از طبیعت این روستا خیلی الهام گرفته، چون واقعا طبیعتش بی‌نظیره، اصلا باهات صحبت میکنه، یه طبیعت بکریه که صحبت میکنه. ظرفای قدیمی چوبیه، اسمشو بذارید من ببینم تا جایی که بتونیم اینو خوانا کنیم، که نوشته خمیر لاک با دسته افقی. حالا خمیر لاک چیه والا نمیدونم، احتمالاً توش خمیر درست میکنن دیگه، حالا نمیدونم که. آره اینم عکسای مثلا از شکارشونه. خب آره میبینید سبک خونه‌های قدیمی اصیل ایرانی شمال. بعد اومدیم الان این بر، یعنی دور تا دور اون حیاته از بیرون دیدیم، اینجوری ما داخل همینجوری میچرخه که قشنگ چیزهای قدیمی رو گذاشتن. باز خدا پدرشون رو بیامرزه که این کارو کردن. زینی چیزایی که نوشته، یه ذره تو دوربین چیز میداد حتما فوکس کنم روش که شما بتونید بخونیدش اگه بذارید. حالا تا جایی که بشه اینا هاونگه، من خودم براتون بخونم دیگه. اون قند شکنه، اون یکی
چایدون بوده، این قوری لعابیه، انبار با دهنه تزئینی. ایشون هم سماور هستن، سماور کوچی. بله خب حالا میریم به یه 5 دری دیگه، بعد اینجا دوباره وارد میشیم. حواسم به دوربین نیست، همینجوری دارم خودم وارد میشم. رادیو قدیمیه، دوباره یه دونه سماور قدیمیه، وسایل چایخوریه، سینی زیبای قدیمی. خود این خونه آثار باستانیه، اصلا بسیار زیبا، خیلی خوبه، اما مرمت شده، دستشون درد نکنه هر کی خوبی مرمت کردن که یاد خاطره ایشون ها ابد در دلها، در یادها بمونه، حداقل برای نسل آینده. ببخشید من کیفیت بازم عذرخواهی میکنم، کیفیت فیلم بعد یک پایین عذرخواهی میکنم، بعضی وقتا یادم میره اینجاست. یه خورده خودمونی گرفتیم دیگه، بعد ببخشید دیگه، مثل یه کانال رسمی من صحبت کردم نه ویدیو گرفتم. اینا چیه؟ این وزارت متفرقه مدرسه، اینا اسناد شاهنشاهی که ایشون گرفته، نمیدونم حالا چیه، دقیقا باید بخونمشون. این یکی زده اداره معارف و اوقاف آذربایجان. آذربایجان چرا؟ نمیدونم دقیقا، حالا من گرفتم، شما خودتون بخونید دیگه. این موجب قلمه مورخ 7/10/09 احتمالا میشه 309. اینا فکر کنم مدارک تحصیلی ایشونه، مدارک تحصیلیشون اگه اشتباه نکنم. خودتون بخونید. زین اسب و چیزایی که برای اسب‌سواری به کار میبرن. دوباره اینجا یه سری شمدون و چیزای زینتی زیبا که دیگه اینجا تفنگی شکارش هم بالا هست. چوب حنا، خورده خار، ملاقه چوبی، چیزایی که برای آشپزی استفاده میشه، خیلی زیباست، سنتی قدیمی، ابزارات که واقعا خیلی جالبه. بعد جاش تو موزه باشه، جایی که علمه سوار این طرف هم خدمت کنشون دادم. یه سری دوباره قوری کتری و چیزا اینجا هست. بازم بگم چون نورا مختلفه، واقعا با کمترین امکانات دیگه. سازمان میراث‌فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مازندران، میراث‌فرهنگی استان مازندران اینا رو همه رو به قول معروف شیش داده. بسیار جالبه. دوباره اومدیم یه ضلع دیگه از این دوباره از این اینا همه حکمایی که گرفته برای مورخ دیگه.
من دیگه ریویو نمی کنم، خودتون بخونید دیگه. سمت چپ نیما و نیما ایشون یه شعری گفتن استاد رمضان جمشیدی باباجی زنده یاد. دیگه اینجا تمام میشه، یه دور کامل ما زدیم از خونه نیما یوشیج. با تو خدافظی میکنم تا بیام بیرون. مرسی، خداحافظ. اومدیم از منزل نیما یوشیج عزیز اومدیم بیرون، داریم از روستا خارج میشیم. گفتم یه ویدیو از خارج شما بگیریم. صدای بلبل و خیلی قشنگه روستاش. اصلا یکی از چیزایی که به قول معروف هست که زیبایی این روستاست که طبع شعر من خودم الان طبع شعرم اومده بالا، باور کنید. حالا سعی میکنم از آدما نگیرم، از چیز بگیرم. سلام. سلام علیکم. نکن. خواهش. یه شوخی کردم، مادران اینجا بودن. خب بیایم تو جاده و ما بیایم توی این جاده بلده دیگه. از سکرتی در اومد، ما جاده بلده یه توضیح بدم خدمتون. جاده بلده در واقع یه بخشیش برای روستای بلده است که از جاده هراس شروع میشه. یعنی اگه بخوام رو نقشه بهتون نشون بدم، اگر خوب معلوم باشه، ببینید شمال جنوب رو نگاه کردیم. خب ما الان اینجاییم، روستای یوشیم. اگه خوب معلومه نمیدونم، ببخشید. باز فکر کنم الان بهتر شد. اینجا یوشه که ما هستیم. ببینید اینجا تهرانه، این جاده چالوسه، این چیز جدیده است، این کرزه، این جاده چالوسه، این اینجا میاد. و بذارید یه ذره اوورویوش کنم. ببینید این جاده هرازه، این جاده هرازه میاد میره برای شما. این جاده چالوسه. این جاده بلده در واقع از اینجا میاد هرازه به چالوس وصل میکنه. همه نمیدونن اینجا رو و بعد به شدت زیباست، به شدت زیباست. ولی جادهش جاده‌ایه که بعد تو روز حتما بیاید. توصیه من اینه که تو روز بیاین. جادهش حفاظ آنچنانی نداره، همش پرتگاه و ایناست، ولی با 40 تا سرعت بیاین، خیلی آروم بیاید، تاتی بیاین، از طبیعت لذت ببرید. صبح زود حرکت کنید، مثلا اگه تهران هستید صبح مثلا ساعت 7-8 حرکت کنید بیاین و از این طبیعت لذت ببرید. وایسین فیلم بگیرید، عکس بگیرید، هر کاری خواستید. و من الان این جاده رو میخوام برگردم به سمت عرضم حضورتون که به سمت جاده هراس با باشید. و عرضم حضورتون که اینم باز جاده، یه بخشی از جاده. حالا بخشای جالب جاده رو که زیبا باشه میگیرم توی ویدیو استفاده میکنم. فقط یه نکته داره، اینجا اینترنت نداره. اینجا فقط گویا یه دونه چیز آنتن میده، تلفن. یکی از اپراتورهای قدیمیه که خیلی قدیمیه، اون آنتن میده. اسمشو نمیخوام بگم، خودتون اون آنتن میده. بقیه چیز نداره، اینترنت هم نداره. من که نداشتم اینترنت. و خواستین بیاد، توصیه من اینه که نقشه آفلاین داشته باشید. من از آفلاین استفاده کردم، خیلی سرراسته، ولی خب میگم از آفلاین استفاده کنید که بتونید وارد بشید.
دیگه بعد به اون استاد گاو که اومده وسط چی بهش میگید؟ شما چرا این گاو اومدی وسط؟ خب من خود گاوم حالا نیومده اون تا پشت گفتیم یه مزاح کردیم ببخشید. خب یه ذره از طبیعت لذت ببریم. حالا اینجاش یه خوره بیابون طور شده، دوباره براتون میگیرم. و اینجا ما رسیدیم به بلده. این شهر خیلی خوشگلیه که جاده‌ش هم معروفه دیگه، جاده بلده. خیلی خوشگله. ببینید اصلا آسمون رو میخواید اینقدر تمیزه، میخواید به قول معروف بین بستنی لیست بزنید. فوق العاده تمیزه، خوشگله و بسیار زیباست. طبیعت بسیار زیبایی داره. نگاه کنید. کوه رو ببینید چقدر خوشگله. آدم خود کوه اینقدر قشنگه. بعد نمیدونم چرا یه چیزی که تازه متوجه شدم، چیزی که من با چشم میبینم با چیزی که با تو ویدیو میبینم یعنی یه ذره فرق میکنه. ابهتش رو نمیشه تو ویدیو نشون داد. الان ببینید اینجا شاید به خاطر نمیدونم چی، ولی خیلی کوه قشنگه. بعد اینجا اول ورودیش یه کافه هم بودش، اینو بگم حالا تو ورودی روستای یوش هم یه استراحتگاه بود که حتی اتاق هم میتونستی رنت کنی. بله بازم عذرخواهی میکنم به خاطر ویدیو تکون و نمیدونم نور کم و زیاد و همه اینا رو من میدونم، ولی چون به قول معروف یکی از دلایلش اینه که کیفیت نور یه جایی داخل مثلا خونه نیمای عزیز نور مثلا یه جای زیاد یه جای کم بود، اینم میخواد مثلا فوکس کنه یه جا پر نور یه جا کم نور میشه. اینی که اینجوری بود، نور زیاد نبود، به خاطر همین دیگه باید ببخشید دیگه. الان مثلا اینجا آفتابیه، چقدر زیباست اینجا. خودم هم اولین بار این جاده رو میام، فوق العاده زیبا. یعنی حتما بهتون توصیه میکنم یک بارم شده بیاین لذت ببرید، ببینید که بابا جون کشورتون چه طبیعتی داره. فقط مستقیم بری شمالی یه جا رو یاد گرفتی نیست که هزاران جاهای خوشگل داره ایران. این یه بخش من اصلا ندیده بودم. شما ببینید جاده هراز وصل میشه به جاده چالوس، خیلی جالبه، خیلی زیباست. بعد میتونید با لوازم کمپینگ بیاین. فقط توصیه که میکنم اینه که مثل یک دوستدار طبیعت بیاین که نه محلی ها ناراحت بشن از حضورتون نه طبیعت ناراحت بشه. توصیه هم اینه، خیلی چیز باشید، با طمأنینت هستید. من واسه یک دو نفری که چیزن میگم، فقط رانندگی کردتون خیلی آهسته باشه، اصلا عجله نکنید تو رانندگی کردن. اگه ماشینت هم بنزه باز یواش برو. این بعضی نمیدونم چی جا افتاده، من ماشینم LS باید مثلا 200 تا پر کنم. خب 200 تا پر نکن عزیزم، 40 تاست اینجا سرعت، فدات بشم. آره سرعت من الان مثلا خودم بالای 40 تا نیومدم، بالای 40 کیلومتر نیومدم. توصیه‌ام به شما همینه، چون واقعا باید از جاده لذت ببری، جاده رو ببینی، لذت. هر جا دیدیم وایسی کلی عکس بگیریم، کلی فیلم بگیریم، کلی صفحه کنیم. آره امیدوارم که بیایید و صفحاشو ببرید. بازم ممنون که ویدیو رو دیدید و حالا بازم میگیرم براتون یه بخشی الان اینجا زیبا بود براتون گرفتم، دوباره براتون میگیرم. فعلا رو ببینیم جاده زیبایی. این قسمت هم ببینید چقدر زیباست، چقدر زیباست. رد شده بخشیشو حواسم نبود رد شدیم.
حسشو نمیتونم تو ویدیو بهتون نشون بدم، بعد خودتون بیاین ببینید. یعنی اون حسی که الان شاید بگی خب چیه، یه کوه و یه دمم 4 تا علف و ایناست، ولی این حس فوق‌العاده، هوای بسیار لطیفی داره. اردیبهشت واقعا اردیبهشته، بهشتیه برای خودتون. بیاید لذتشو ببرید. نگاه کنید اینجا دوباره یه روستای دیگه هست. چقدر خوشگله. ببینید اون پایین رودخونه رو می‌بینید؟ یه رودخونه ماشاءالله شده میشه. رودخونه قراب و مسئول ندیده ها، یعنی خیلی حالا تو برم روی اون پله رو ببینید اینجا. حالا میرم اون پله فیلم خوب رودخونه‌ش میگیرم. خب میگفتم بریم روی پله فیلم بگیریم. ببینید ما برای ویدیو درست کردن چه مسیرهایی داریم که نون حلال در بیاریم. یه ویدیو خوب به شما بدیم ببینید. یعنی جاده بلده نیومده ویدیوشو پلی کنید ببینید. مرسی ازتون. جا داره یه تشکر بکنم به خاطر سابسکرایب کردنتون و پیشاپیش لایک کردنتون. خواستم یه تشکر بکنم. خب من یه دقیقه یه جا ماشین رو پارک کنم، برم یه فیلم خوب از دم دریاچه بگیرم، از یعنی رودخونه بگیرم دوباره. این همون پل است. بذارید بیایم روی پل. یه روستای خوشگلی اینجا. ماشاءالله ببینید چه آبی هم داره، خیلی خوشگله. نگاه کنید هم این وریشه. خوشحاله خونه. نگاه کنید بالکنش روی رودخونه است. اینجا بشینید به قول معروف صفا کنید دیگه. خیلی خوشگله. دورمون رو بگیرم. خیلی از یعنی اون حسی که داره واقعا تو ویدیو نمیشه حس گفت. هوا لطیف، خنک. بذارید دورو بزنم یه ذرم خودم هم بیفتم. یه ماشین داریم یه بوق میزنه و از روستای دولایت در اومدیم. توی جاده بلده هستیم هنوز. خود بلده رو رد کردیم و اینجا باز دوره مسیر بسیار زیبا، خیلی خوشگله، پر از روستا و آبادی و چیزای سرزنده و اصلا یه چیزی میگم. الان اون در صدای رودخونه هست. جاهایش اینقدر سرسبزه، بعد یه جاهایش کوه بیابونی میشه. خیلی این رشته کوه البرز کلا خاصیتش یه جاهایش خیلی سرسبزه، یه جاهایش پر از برفه، یه جاهایش مثلا نگم براتون. مجموعاً بسیار زیباست، بسیار زیباست. رودخونه‌اش ماشاءالله خیلی آب داره و سرزندگی از این رود زیبا میاد که جا دیگه خوشگل یا علف اون طرفش ولی سرسبز، ولی همچنان ویو کوهستان زیبا رو داریم.
کوتاه بگیرم ولی انقدر زیبا بود واقعا ویدیومو بلند کردم دیگه، یعنی ویدیو بسیار بلند، فکر میکنم نیم ساعت دیگه باشه حالا ادیت بشه. درخته رو بسیار خوشی به شدت این جاده رو پیشنهاد میکنم تست کنید، به شدت. فقط توصیه که شب نیاین، شب چون هیچی نداره دیگه، یعنی چراغ و مراغ اینا نداره و چیزی هم معلوم نیست، یعنی از طبیعت چیزی نمیشه ببینید. فقط صبح زودیه که قبل ظهر تو این جاده باشید. منظورم اینه که بین ساعت 11 یعنی از ابتداش دیگه 10 و 11 ابتدای جاده باشیم که تا 2 و 3 و اینا دیگه ازش خارج بشیم که بهترین حالتشه. نگاه کنید لای دره، ببینید چه روستای خوشگلی داره درست کرده. ببینید بین دوتا دره روستای بسیار خوشگلیه و اون رودخونه همینجوری میاد پایین و آمل 85 تا، تهران 157 تا. مثلا نگاه که تراشیدن هم قشنگه، خیلی خوشگله و دوباره همون رودخونه رو ببینید چه هم قشنگه. فقط حسنش اینجا اینه که تردد بیشتر محلیه و کسایی که بلدن. الان میگه شما هم بلدید دیگه، میتونید ببینید چی ماشه آرامش خاصی میده. ببینید فوق العاده زیباست و آرامش خاصی میده. یه نکته هم خدمتتون بگم، اینجا خیلی نمیشه چیزی رو بوک کرد، یعنی شما یه هتلی رو بوک کنید و بیایید و این شکلی نیست. بیشتر محلی این چیزی که من حالا فهمیدم، شاید هم اشتباه بکنم، بیشتر ترجیحشون اینه که سنتی دیگه، یعنی شما بیا اینجا یه نفر رو پیدا کنی، مثلا بگی آقا من مثلا اومدم با خانواده‌ام میخوام 2 شب بمونم، برای کرایه چیزی داری، اون نگات کنه بگه خب چیه، از کجا میری، یه سری سوال اینجوری بکنن و بهتون مثلا یه خونه ای رو معرفی کنن که حالا هر چقدر که میخواد بمونید و مبلغش رو بدید. این شکلیه بیشتر. حالا فکر کنید مثلا یه جایی یه هتل 5 ستاره‌ایه که بیاد اینا، نه اینجوری نیستش. باید به نظرم لوازم کمپینگ داشته باشیم تا حدودی، حالا در حدی که رفتیم جایی رو ببینید، بعد مسائلتون رو ببرید. همه جا ماشین روه، تقریبا همه جا ماشین روه. ماشینم میتونه آفرود نباشه دیگه، ما الان با ماشین آفرودی که نمیدیم اینجا هم بایستیم بکنیم. چقدر خوشگلی شما. اینجا دوباره از این رودخونه رد میشیم میفتیم اونجا. خیلی زیباست. اصلا بوی شکوفه ها رو که دیگه تو ویدیو نمیتونیم بفهمی که اصلا دیوونه کننده است، اینجوری بگم بهتون. ولی تو خود بلده که من اومدم، توی بلده دیدیم دیگه یه بخشش همه چی هست، یعنی قشنگ چیزایی که لازم دارید میتونید حتی از تو خود بلده بخرید. اینم جادهشه و خیلی زیباست. حالا رودخونه اومده سمت چپمون. بعد ببخشید دیگه ویدیو من اگه مثلا تکون زیاد داشته اینا، نه، چون باید هم حواسم به رانندگی باشه هم
ویدیو بگیرم خب با سرعت پایین البته میام خطرناک نیست، سرعتم 40 تا بیشتر نیست، نگران نباشید. برای بریم ماکسیموم سرعتم 40 تاست. The high speed is 40 km/h actually. چه جنگل طوره، چقدر خوشگله. اینجا میتونید ببینید چه جوریه، مثلا ماشین پارک کنی بری پایین کمپ کنی از صبح بیایی تو شب، اصلا خودش یه دنیاییه برای خودش. به به حالا یه تنی هم با آب میتونید بزنید البته اگه جاش خوب باشه. بعد فقط توصیه که میکنم که هر کاری خواستید بکنید اول از محلیه اونجا بپرسید، مثلا یکی اونجا محلیه بپرسید مثلا میشه این کارو کرد نمیشه، یه موقع چیز نشید، یه موقع مثلا کسی ناراحت نشه یا تو باغ کسی نرید، تو زمین کسی نرید یه موقع یکی ناراحت شه، چون اکثرا زمیناشون هم یه جوریه که معلوم نیستش، مثلا زمین یه نفره، بعد البته خیلیش معلومه خیلی جاهاش هم معلوم نیست، بعد طرف ناراحت میشن که آقا واسه زمین ماست شما اومدید توش و اینا. یه بافت خیلی قشنگی داره. آره اینا دقت کنید، اینا رو دقت کنید. مشمع زباله با خودتون بیارین. چقدر ما توصیه کردیم خدمتتون، گفتیم که آدم وقتی میخواد طبیعت گردی کنه طبیعت خراب کن نباشین دیگه، طبیعت رو یعنی که شما اومدی طبیعت هم خوشحال بشه، بگه خب یه سری اومدن ما رو دیدن به قول معروف اذیتمون نکن، خب طبیعت هم میفهمه. جاده مارپیچ میاد یه جایی از رودخونه میاد این بر میاد خیلی باحاله. ببینید دستم درد گرفته فقط برای شما برمی‌دارم حالا شما اینترنت هم که نداریم. اینترنت یه جاهایی داره ها، بعضی روستاهاش اینترنت داشت ولی بعضیش نداره. در نظر داشته باشید. اگه نقشه های چیز دارید نقشه هاتون به روز باشه که بتونین آفلاین ازش استفاده کنید. نقشه رو چک کنید تو جایی که هست، اگه نیاز به دانلود چیزی داره دانلودش انجام بدید که خواستین ببینید چی به چیه راحت ببینید، یعنی آفلاینش رو راحت بتونید ازش استفاده کنید. جاده‌ش هم بخوام بگم جاده‌ش خداییش بد نبود،
خیلی عالی نیست، بعدم نبود، یعنی از خیلی جاده‌های دیگه که من اومدم خیلی بهتر، یعنی کندگی آسفالت و ایناش خیلی کمتر بود. من یه سری جاده‌هایی که مثلا میرم واقعا چاله‌های عمیقه دیگه، مثلا چاله کوچولو گذاشته، ولی اینجا نه، اکثر جاهاش تمیز و مرتب، یه جاهایش هم آره داره، ولی مجموعاً خوب بود. مجموعاً خوب بود. ببینید مادر نیچر چی درست کرده. مادر طبیعت. این مادر طبیعت اینا رو درست کرده، پدر طبیعت کی میشه؟ هم سوالیه دیگه. اگه کسی میدونه به ما بگه. پدر طبیعت باید خوشگل‌تر پس میشه بالاخره دیگه، خیلی قشنگ. مجموعاً این سیاره شگفت‌انگیز که اسمش کره زمینه، هر جاییش که شما بری تو هر کشوری یه زیبایی‌هایی داره که واقعاً انگشت به دهان میمونی و چجوری به وجود اومده اینا، واقعا زیبا. ببینید نگاه کنید کوه از کجا تراشیده شده. این جاده بلدم گویا چیزی که من از یه محلی پرسیدم، جاده خاکی بوده اول، یعنی قبل از انقلاب، یعنی دوره مثل که ناصرالدین شاه اگه اشتباه نکنم چیز ساخته شده، خاکی بوده، مالرو بوده که می اومدن اینجا یه علاقه اشتراک میکنن، بیشتر از شهرهای مختلف مازندران می اومدن اینجا حالا فصل در فصول، و مثل اینکه بعد از سال 57 دیگه یواش یواش آسفالت شده که الان میتونیم زمستوناش هم شنیدم خیلی چیزه، برفای 3 متر 4 متر برف میاد توی زمستون. حالا توی بعضی شاید زمستون ها کمتر باشه، تو بعضی بیشتر. ببخشید صدای بادم میاد، باد میخوره به پنجره، امیدوارم خیلی اذیت نکنه. به قدری هوا خنک لطیفا که اصلا قابل وصف نیست. هوای کوهستانی معتدل خنک، نگم دیگه براتون، این هواست که نگه عاشق بشید. خلاصه با گودمود باشید، بدونیم این چنل رو میتونیم حرفه‌ایش کنیم، ویدیوهامون رو خوب کنیم، طول بهتری بگیم. حتما میتونیم، البته با شما، با تک تک شما عزیزان و سلاطین خودم. امیدوارم که سالم و سربلند باشیم، در پناه ایزد منان خوش باشید، مودتون همیشه گود باشه، همیشه یه فرم باشید و صفا کنید و بر خودتون. واقعا قشنگی دارم نمیاد اینا رو نگردم، میخوام ثبت کنم تو چنلم باشه، حالا شاید یکی یه جایی دنیایی بتونه ببینه، به قول معروف حالش رو ببره. بازم توصیه ما شدیم ببینیم بابا برقی که تو تلویزیون میاد مثلا گفت برقی هم مصرف کنید در فلان، ما شده اون چند دقیقه یه بار یاد نصیحت کردن بودیم که ولی خب واجبه دیگه. ببینید سرعت اینجا 40 کیلومتر، ماکسیموم 50 کیلومتره، 150 کیلومتر نیست. باید آهسته بیای، در روز بیای،
با تجهیزات بیای، خیلی حواست به طبیعت باشه و لذت ببرید. سعی کنید طبیعت گرد باشید، نه طبیعت تخریب کن. میدونی؟ این خیلی مهمه. به محلی ها خیلی احترام بذارید، چون واقعا مهمن. محلی ها اینجا خیلی زحمت کشن، همه جا محلی هاشون زحمت کشن و خیلی بهشون احترام بذارید. هر کار خاصی بکنید ازشون اجازه بگیرید. میدونید اینا خیلی مهمه توی طبیعت گردی. شما وقتی میزنید به دل طبیعت، اینا مهمه که شما اینا رو رعایت بکنید. کیسه زباله همراهتون باشه، حتی چند تا کیسه زباله بیارید. اگر دیدید که مثلا یه جایی رفتید خیلی قشنگه، میبینید مثلا زباله داره، دستکش هم ببرید، دستکش دست میکنید یه باشه هم زباله شما جمع کنید. چه ایرادی داره؟ میدونید اینا چیزی که چون تو ذهن محلی ها خیلی هاشون جا افتاده. آره مسافر یعنی تخریب، گردشگر یعنی تخریب طبیعت، گردشگر یعنی ویران کننده. در صورتی که همه اینجوری نیستن که یه درصدی هم که متاسفانه اونا بولد میشن. به قول معروف نظر ماست، اونا بولد میشن و خب اون اکثریتی که کار نمیکنن اصولا دیده نمیشه. و من توصیه‌ام اینه که اینا همراهتون باشه. یه جایی هم آشغالی ایرادی نمیکنه، دستکش قشنگ دستتون کنید، آشغالا رو جمع کنید، ببرید دم ماشین. حالا جایی که سطل که شهرداری میبره، یعنی مطمئن بشید که اونجا شهرداری داره و میبره. اگر دید نداره یه جوری با خودتون ببریدش که اونجا برسه که بره توی سیستم شهرداری برای حالا هر کاری که میکنم روشون من نمیکنم. آره بره به اونجا. اینجا یه روستای به نام تاکر. اینجا فکر کنم خیلی تاک، یعنی خیلی حرف میزنه. تاکر خیلی جالب، اسم قشنگی. اینجا هم 2 تا بانوان ایران زمین هستن در حال صفا. اینجا روستای تاکره. خیلی اگه خواستید هم صحبت پیدا کنید تشریف بیارید اینجا و میتونید با همه صحبت بکنم. خیلی اینجا حرف میزنم. شوخی کردم یه موقع چیز نشه. هاپوهرش خوشگله. روستای و اینجا خیلی با صفا. خداییش هم اینجا من اومدم آشغال خیلی کم دیدم. یعنی آشغال من واقعا میتونم بگم خیلی ندیدم، اصلا به خاطر اینکه بکره، مسافر زیاد نیست اینجا. ببینید مسافر زیاد اینجا نیست، بکره. یعنی دوباره رودخونه رد شد. دوباره همین رودخونه هست که چند جهت شد شدیم. دستم در یه 20 دقیقه از طرف این بعده میکنم. دستم بعد یه تراکتور زحمتیش هم داره اینجا آواز میکنه. اینجا هم یه ولیج دیگه یه خیلی خوشگله که حالا ازلالا میفروشن اینجا. خب از این روستای تاکر اومدیم بیرون. خیلی زیبا بود. داشتم خدمتتون گفتم زباله نبود، من ندیدم به هیچ عنوان بدون کیسه زباله نرید، چون واقعا
اینجا طبیعتش بکره. مثلا جایی که میری دقت کنید طبیعت به چه شکله. وقتی خواستین از اونجا هم تشریف ببرین طبیعت همون شکلی باشه که رفتین. اینجا کدو زنبور عسل هست، زنبور هم پرورش میکنن، گاو هم اونجا هست. خیلی باصفه. اصلا نمیتونم، حیف که نمیتونم تفسیر هوا رو براتون بکنم. فوق العاده هوا دلنشینه، یعنی روحم باز شده من خودم نشستم. من تازه فهمیدم آقای نیمایشی چرا شاعر شده. آره من الان خودم تب شعرم اومد بالا. اگه بشه براتون یه شعر بگم. بذارید خوب فکر کنم. یه دانی شعر رو الان خودم یهو به ذهنم اومد براتون بسرایم. دانی که را سزد صفت پاکی، آن کو وجود پاک نیالاید. تا خلق از او رسند به آسایش، بر مال و جاه خویش نیفزایند. مردم بدین صفات اگر یابی، گر نام او فرشته نهی شاید. این شعر رو الان خودم گفتم، به خانم پروین اعتصامی هم هیچ ارتباطی نداره، یا من فکر نکنید ایشون گفته شعر رو. بله همین الان به ذهنم اومد، سراییدم. بله بزاق فرمونید به دل نگیرید. نه این شعر خانم پروین اعتصامی بود. و احتمالا خیلی انتهای ویدیو رو نمیبینن چون جاده است دیگه. 23 دقیقه است من دارم ویدیو میگیرم. یه تیکا البته و قبلی ها قطع کردیم. خب باز دوباره اینجا من ویدیو رو قطع کنم، دوباره جای خوب رسم براتون ویدیو بگیرم. فعلا تو این جاده یه صحنه بسیار گفتم وایسادم و نگاه کنید که یه دشتور توی کوهپایه به وجود اومده. اون پایین رودخونه است و داشته باشیم خورشید زیبا رو که از لای اینا میتابه و یک صحنه خارق‌العاده رو به وجود آورده. چقدر زیباست. یعنی باید من به شخص سر تعظیم فرود میارم. بازم میگم بوی شکوفه اینجا اصلا تو هوا پراکنده است. من نمیدونم این از کجا میاد ولی فوق العاده زیباست. بذارید یه دور دیگه بزنم و این کوه زیبا دوباره برگشتیم سر جا. ماشاءالله ابرا رو ببینید چقدر خوشگله. فقط اینجا ما الان یه ذره آشغال دیدم. اینجا یه جای پرتی بود دیگه، یعنی اومدن ریختن آشغال رو. حالا کی ریخته خدا عالم، ولی مجموعاً خیلی تمیز بود. خب دوباره اینجا ویدیو رو کات میکنم تا یه جای بهتر. مرسی و سلام مجدد. یه جای قشنگ پیدا کردم دوباره تو همین جاده بلده. ببینید چقدر خوشگله. کوهی که اونجا زده بالا. یه چند جای خوشگل دیگه بود دیگه واقعا نمیتونستم بگیرم، دستم در رفت. خیلی جاده زیباییه و ساعت هم تقریبا 20 دقیقه به 6 در اردیبهشت 404 و دیگه میخوام به تاریکی نخورم توی جاده. نه توی احتمالا یعنی حتما قبل از تاریکی از جاده بلده خارج میشه، بیفتم توی هراس که برم به سمت آمول و دوباره حالا بعد میخوام برگردم به تهران. خب فقط یه نکته دیگه هم میخواستم بهش اضافه کنم. این جاده به خاطر که خیلی زیبا، یعنی زیباییش یه طرف، ببینید
تام احتیاط هم سقوطش زده دیگه. ببینید اینجا همه پرتگاهه و گاردریل نداره. ببینید آره خیلی باید حواستون جمع باشه، خیلی گاردریل نداره. البته اون ابتداش که من از جاده چالوس وارد شدم یه جاهایش بود خیلی خطرناک بود و گاردریل داشت، یعنی یه جایی که خیلی خطرناکه رو گاردریل گذاشتن ولی اکثر جاهاش گاردریل نداره. حالا مثلا باز این جلوتر یه ذره جلوتر الان اینجا گاردریل گذاشتن ولی مجموعاً نداره. اینه که شما با سرعت پایین بیای هیچ مشکلی پیش نمیاد. سرعت 40 تا 50 تا بیشتر نمیتونی بری، یعنی اگه بری به خودتون خطره. 40 50 تا بیای آره. الان ماشین رو برای منو بریم داریم یا با چه سرعتی داره؟ سرعتش زیاده برای اینجا. ما این سرعت نباید بیاییم، این سرعت اشتباهه. حالا چون چرا میگم با این سرعت نیایید؟ به خاطر اینکه شما هر چی سرعت بیشتر باشه، اصلا بگو ماشین خداوندگار خودرو جهانه، اصلا کاری به نوع خودرو نداریم. شما زمانی که بخوای ماشین رو جمع بکنی خیلی کوتاهه، در حد چند ثانیه. اگر سرعتت بالا باشه با اجازت کف دره رو مشاهده میکنی، اگر زنده باشی مشاهده میکنی، اگرم که به رحمت خدا بری که دیگه رفتی دیگه چیزی جز سیاهی مشاهده نخواهی کرد. اینه که گفتم این نکته رو خیلی توجه کنید. آب شنگولی نخورید تو جاده اصلا و همین دیگه. اینا رعایت کنید، زباله و اینا که گفتم رعایت بکنید دیگه مشکلی نیست، یعنی واقعا هیچ مشکلی، هیچ خطری نیست. همه اینا رو رعایت کنید هیچ خطری نداره، به جرئت میتونم بگم. ولی رعایت نکنید چرا؟ سرعت غیر مجاز اینجا واقعا خطرناکه. دیگه مثلا بگی من راننده حرفه‌ایم و فلان و اینا، آقا هستی، ما نمیگیم نیستی، ولی راننده کسی که یعنی شما اومدی از سفر لذت ببری دیگه، از من اومدی اینجا مثلا پیست رالی که نیستش، اینجا یه جاده درست کردن فقط بتونی راحت بری. چقدر زیبا. حالا من اولشون نتونستم ویدیو بگیرم، یعنی یادم رفت. یه کوه معروفی داره اینجا، آزادکوه، که برای قله نوردی و اینا میاد، شبیه دماوند، در دماوند کوچیک‌تره ولی خیلی زیبا، صخره‌ای، پر از برف. فکر کنم در تمام فصول برف توش باشه مثل دماونده. و همین دیگه. الان این کوه روبرومونم که ما تقریبا یه خورده مونده برسیم، یه خورده که آره دیگه کمی مونده برسیم به جاده هراز. ولی این جاده رو هر کی بلده به کسی یاد نمیده. برای همین میگم این جاده بکره، این منطقه بکره. خیلی ها نمیدونن و حالا که شما این ویدیو رو میبینید شما میدونید این جاده بلده. اصولا هر کی بلد باشه تفره میره از توضیح دادنش، خاطر اینکه زیاد نشه، چون خیلی زیباست و تمیزه. نمیخوان از حق، یه جورایی حق دارن یه جورایی هم ندارن. یه حق دارن به خاطر اینکه خیلی ها بی‌فرهنگن و خیلی کم، البته نه اکثریت ما که اینجوری نیستیم، انگشت شمارن دیگه. حالا ولی خب متاسفانه این انگشت شمار تو ذهنیت غالب شدن، بله اکثریت غالب نمیشه. در صورت سرتون رو درد نیارم از این ویو زیبا. وقتی من با چشم میبینم یه جور دیگه است، ولی توی ویدیو این ابهتش کمتره، نمیدونم چرا. فوق‌العاده اصلا با ابهت از با چشم وقتی نگاه میکنم، ولی تو ویدیو یک کوه معمولی نشون میده. یعنی الان این حس داره که یک کوه معمولیه ولی واقعا با ابهت و زیباست.
لکه که میبینید تو آسمون اون ماهه. ماه شما یه ماه الان دارید اون بالا میبینید، یه ماه که پشت دوربینه نمیبینید. بله مزاح فرمود. وای خدای من چه حس خوبی میده این جاده به آدم. من بازم بگم آمل 55 شد تهران 3 ساعت. از حسش دیگه واقعا به هیچ ویدیویی نمیتونه حس و بو رو چیز کنه، انتقال بده. اون دیگه باید تجربه کنه واقعا. ویدیو یه سری ابهت‌های اون منطقه رو نمیتونه نشون بده. یعنی چیزی که شما میبینی با فیلمی که میگیری یکیه ها، ولی کسایی که مسافرت میکنن و این چیزو دیدن متوجه میشن من چی میگم. حسش با حسی که اینجا داریم با اون فرق کنه. مثلا غروب طلوع یا غروب خورشید لب ساحل یا جاهای خاص که اصلا وقتی ساحلی دهنت باز میمونه وقتی داری اونجا میبینی، ولی وقتی ویدیو میگیری یه چیز عادی معمولیه. یعنی اون ابهتشو باز نمیتونی ببینی. نمیدونم چرا، ولی بازم بالا بدک نیست. چرا که نه. الان دیدی اون ماشینه باز با سرعت بالایی داشت میرن. اینجا جاده سرعتی نیست، اینجا جاده لذت بردنی. الان ماشین که روبرو داره میاد خیلی خوب داره میاد. سرعت مجاز، منم سرعت مجاز. نه من به اونو میترسونم نه اون منو میترسونه. خیلی راحت میاد. آها یه چیز جدید یعنی یادم رفتم بگم. ببینید اونجا اونا گوسفندن در حال چریدن. حالا اومدن حالا بزنین این طرف بریم. گوسفنده خوبی هم داره. یعنی شما حتی میتونی اگر امکانش باشه براتون بیاید اینجا گوسفند بخرید، همونجا براتون ذبح کنه. ببینید اینا همه دامه. بعد این طعم گوسفنده اینجا واقعا چیز دیگه. آره همونجا ذبح کنه براتون، قیمت مناسب، و همونجا که از اون دامدار یا اون چوپانه که میخرید میتونید بگید براتون ذبح کنه. همونجا ذبح میکنه، پوست و یه رودش رو برمیداره به عنوان دستمزد کشتنش، یعنی چیز کردنش، پاک کردن. بعد هر تیکه خاصی تیکه کنید و بذارید تو ماشین بعد بیارید. این کارم خیلی ها میکنن دیگه. یعنی هم ارزون طرف تا هم بحث حالا فقط ارزونی و پول و ایناش. یه طرف بحث اینه که میدونی یه گوسفند خریدی دیگه، گوشت حیوان دیگه ای رو بهت نمیدن به جای گوسفند، و میدونی خیلی تازه بوده، میدونی خیلی سالم بوده. آره شما میتونی مثلا مصرف یه ماه تو خود بیه مثلا چه میدونم حالا هر کی به اندازه خودش، چون تو اون هزینه رو داری تهران میکنی یا هر شهر دیگه میکنی، ولی اون کیفیت رو نداری. یه چیز از جای پر انرژی. آره اینو یادم افتاد. این کارا میتونید بکنید، چون من خیلی دیدم دام و اینا زیاد اونجا بود، گوساله هم بود، چیز هم بود. ولی خب گوسفند کوچیکه میتونه حالا مثلا حتی میتونید چند تا خانوار جمع شید 2 تا 3 تا بگیرید. آره 2 ساعت هم فاصله دارید دیگه، خیلی خراب نمیشه. یعنی 2 ساعت یا اگه مثلا از این فلاکسای چیز تو ماشین داشته باشه، تو یخ توش یخ باشه که 4-5 ساعت وقت داریم تا بذاریمش بریم تو بسته‌بندی کنیم بذاریم تو فریزر و این حرفا. آره دوباره اومدیم خونه. ماشاءالله من تو خونه پرآبه چند تا روستا رد شدم، همم ماشاءالله کشاورزی و اینا داشتن، یعنی از آب مصرف می‌کردن ولی هنوز پرآبه. یعنی طبیعت بکنه.
بالای 1 ساعت بشه، چون خیلی همیشه 10 دقیقه یه رو جای زیبا رو گرفتن. خب اینجا دیگه مثل اینکه خبر خاصی نیست. دوباره قطع میکنم، اگر جای دیگه خوبی بود دوباره میگیرم. بله مرسی. و دوستان این انتهای جاده بلده است که نگاه کنید، اون جاده که روبرو میبینی اون هرازه، جاده هرازه و ما از چالوس از این جاده رسیدیم به هراز و اینجا مثل کارخونه ها و نمیدونم چیزای مختلفه. یعنی شما اگر جاده هراز بخواید وارد چالوس بشید بعد تا اینجا بیاد، فکر کنم 55 کیلومتر میخواد تا آمل، یعنی هراز رو میاد 55 تا مونده برسید به آمل. عرضم موضوعتون که شما میتونید وارد جاده بلده بشید و برید به سمت جاده چالوس و از جاده چالوس رو برید بالا دیگه، یا حتی کرج هم میتونید برید، راه داره دیگه، میتونید دور بزنید برید به سمت کرج، میتونید برید بالا به سمت چالوس، مرزن آباد و یا برعکسش اگه از اون طرف بیاید بخوام به سمت، چون من الان از اون طرف اومدم، از چالوس از جاده جدید اومدم و وارد پل زنگوله میگن، اونجایی که سمت جاده چالوسه بهش میگن پل زنگوله. پل زنگوله اومدم بالا و وارد جاده بلدی شدم. منتها جاده بلده اون سرش که اصلا کجی اسمش یه چیز دیگه است که الان خاطرم نیست بهتون بگم، یه اسم دیگه ای داره، چند تا اسم داره دیگه. و نگاه کنید اینجا از این پل رد میشین، پل همون رودخونه است، رودخونه میره به سمت آمل. حالا کجا میره دقیقاً نمیدونم، ولی فکر کنم آخرش به دریای خزر برسه دیگه. ببینید الان اینجا ما این ور میریم به سمت تهران و میریم به سمت آمل. بله ویدیو رو میخوام اینجا تموم کنم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و این جاده رو و کلا روستای یوشیج و بارانگاه لیمان یوشیج و اینا رو دیدید و لذت برده باشید. با تشکر ازتون. خیلی